My father works high tech with IT. شما میدونی که صنعت نفت ایران و پتروشیمی بعد از جنگ با یک تحریم شدید هم مواجه شده بود و این مواجهه با تحریم باعث شده بود که ببینیم که آیا با امکانات داخلی میتونیم مشکلات موجود رو حل کنیم و این شرکتی که شما اشاره کردید یکی از شرکت‌هایی بود که یکی از بزرگترین مشکلات ما رو برطرف کرد. خوشبختانه با خلاقیت و ابتکارات خوبی که در بخش‌های مختلف وزارت نفت و بخش خصوصی شاهدش بودیم، ما به حمدالله تونستیم بر این تحریم‌ها غلبه پیدا بکنیم. من بارها هم عرض کردم که واقعا این تحریم‌ها در کنار حالا مشکلات جزئی که ایجاد می‌کرد ولی برکات بسیار زیادی برای کشورمون داشت. در ایستگاه تقویت فشار که برای انتقال در واقع گاز ما از توربین‌های بسیار پیشرفته استفاده می‌کردیم. بعضا قطعات و تجهیزاتی در این توربین‌ها نیاز پیدا می‌کرد به تعویض. و اون موقع ما باید با مشکلات زیادی اینا رو از خارج از کشور و با هزینه زیادی تامین می‌کردیم. حدود سالهای 76-77 در خصوص یک نوع آببندهای گرافیتی بود وارد صحبت شدیم و اینها برای توربین‌های روسی بود. آببندهای گرافیتی رو اولین نمونه‌های کاری که ما با هم شروع کردیم روی این آببندهای گرافیتی بود و اون سال ساخته شد و ما تست کردیم. Me and my dad have a lot in common. If it wasn't for my dad, I wouldn't learn how to use like technology. I wouldn't be this good at technology if my dad didn't teach me. The first time I saw a computer and my dad taught me how to open a computer with the button, I got pretty excited. در حقیقت بحث مکانیکال سیل ها که یکی از مشکلات ما بود و این به خصوص توی بندر ما اکثر ماشینالات ژاپنی بودن و اکثر قطعات ژاپنی بود. قطعات رو بعد از خارج وارد می‌کردیم که بسیار دشوار بود و مشکل هم فراهم می‌شد و گرون. این شرکت در حقیقت نقش عمده‌ای رو داشت در حل این گونه مشکلاتی که برای صنعت بسیار حلش دشوار بود. تامین قطعاتی که تامین اونها بسیار دشوار و مشکل بود و ما واقعا اطمینان کردیم و این تجهیزات رو استفاده میدانی کردیم در همون مقطع و خوشبختانه بسیار خوب جواب داد و بلافاصله ما برای که یه پشتوانه برای سرمایه گذاری این شرکت برای تولیداتش تامین بکنیم نیاز 3 سالمون رو به اون تجهیزات به این شرکت اعلام کردیم و ما سیاست کلی شرکتمون هم بر این اساس هست که حمایت از این نوع مجموعه ها میکنیم در بخش های مختلف، در تامین قطعات مختلف، چون یک تولید داخلی کشور هست. هر زمانی که ما تصمیم بگیریم این قطعه به لحاظ قابلیت دسترسی در دسترس ما هست، اشکالی هم روی این قطعه پیدا بشه، فوراً شرکت سازنده میاد نسبت به رفع اشکال اقدام میکنه. پس بنابراین الگویی که الگوی موفقی به دیدگاه ما هست و توصیه هم میکنیم از این الگو بقیه دستاندرکاران، بقیه صنعتگران از این الگو استفاده بکنن. ما هم حمایت همه جانبه ای رو میکنیم. میتونم بگم کیفیتش بی‌نظیره، در بعضی موارد هم بهتر از خارجیه و آنچنان اعتباری رو در کشور و بین صنعت کشور ایجاد کرده که به ندرت من فکر میکنم که از شرکت‌های خارجی دیگه استفاده کنم و ضمناً یه کمکی که این شرکت کرد باعث شد که رقبا هم قیمتشون رو آوردن پایین و در حقیقت باعث شد که این نوع اجناس ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسه. I'm gonna make it one of the biggest companies in the world. آرمان ما نهادینه گشتن اعتماد ملی به کارآفرینان داخلی است. My name is Arman. It means a big goal. Sealing technology is a technology that
you make parts for the machines that go and take the oil deep from water at the end of the water and take oil. My dad makes parts for those machines and also for natural gas machines too. I'll use the money I have to make Nahadin Arman one of the biggest companies in the world. I'm also planning to put fuel that won't hurt the trees. Like, if these keeps on growing, the trees will die and will run out of oxygen. So I'm thinking to make a fuel that doesn't hurt the trees, that it's like recycling in the machine. مدیر این شرکت آقای دکتر همتی یکی از افراد نمونه و شاید بگم کم نظیره در کشور. ایشون یه پزشک هستن ولی دانش خیلی خوبی رو در امر مهندسی دارن و خیلی دید خوبی رو تو مهندسی دارن و برای من تعجب انگیز بود چگونه یک پزشک میتونه اینقدر دقیق مسائل فنی رو متوجه بشه. ایشون خیلی قدرتمند و خیلی هوشمند عمل کردن و با به کار گرفتن در حقیقت دانشی که خودشون داشتن، استعدادی که خودشون داشتن و امکانات و ماشینالاتی که به نوعی فراهم کردن، ماشینالاتی که واقعا بی‌نظیره و بسیار های تک. با کمک این تونستن که در حقیقت یک نقش ارزنده‌ای رو در صنعت کشور و کمک بنده در بندر امام داشته باشن. با وارد شدن توربین ها و توربو کمپرسورهای جدید به ناوگان انتقال گاز کشور، نوع سیستم آببندی که ما در توربین های جدید داشتیم، نوع آببندی ها به نام درای گس سیل بود، یعنی سیستم آببند خشک بود، با گاز بود. به دلیل اینکه کیفیت مصالحی که استفاده می‌کردن و نوع گازی هم که ما مصرف می‌کردیم، مرتباً این آببندها دچار حادثه میشد، دچار فیلیر میشد و از مدار بهره برداری خارج میشد. توربو کمپرسور ما هم از که یه تجهیزی هست که برای تقویت فشار گاز تو شبکه انتقال گاز استفاده میشه، به ناچار به دلیل مشکل آببند از مدار بهره برداری خارج میشد. در اون سال تصمیم گرفتیم، این از یک طرف بود. از طرف دیگر نمایندگان شرکت‌های خارجی که ما بالواسطه کالا رو تأمین می‌کردیم ازشون، قیمت‌ها به طرز سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد. یعنی یه قطعه‌ای رو که مثلا ما یک باره تا 3 برابر 4 برابر قیمت تأمین کنندگان خارجی این قطعه رو به ما میدادن. در اون زمان ما تصمیم گرفتیم، پیشنهادی رو خود شرکت به حساب نهادین آرمان آورد که ما این قطعه رو بسازیم. ما هم از اون پیشنهاد استقبال کردیم و علاقه‌مند شدیم که این قطعات رو بسازن و این فضا رو ما برایشون ایجاد کردیم که قطعات رو بسازن و بیان روی شبکه ما و روی تجهیزات ما تست بکنن. شرکت نهادین آرمان هم برای اینکه کیفیت کالاش رو بالا ببره، مصالحی که توی این به حساب درای گس سیل‌ها یا آببندها استفاده کرد، از مصالح خیلی مرغوبی استفاده کرد، مواد اولیه مرغوبی استفاده کرد. به جرئت میتونم بگم که ما اگر که در بومیسازی این کالا اقدام نمی کردیم، یکی از مسائل جدی و یکی از پاشنه‌های آشیل شرکت مواجه باش بودیم که باید به قیمت بسیار سرسام‌آوری وارد می کردیم و به هر صورت هر چی سازندگان محدودی هم تو دنیا داره، به حساب اونها تصمیم برای ما می گرفتن. امروز خوشبختانه
اغلب نیازهای شرکت ملی گاز در بخش‌های تجهیزاتی که این شرکت تولید میکنه به راحتی و با کیفیت خوب تامین میشه. رمز موفقیت این شرکت هم به نظر من توجه ویژه به کیفیت بود که امروز باعث شده این شرکت در زمره یکی از شرکت‌های مطرح در سطح کشور و همینطور صادراتی که داره به کشورهای دیگه واقعا در سطح بین‌المللی برشمرده بشه. اگر این قطعه نباشد عملیات جاری رو تحت شعاع قرار میده. بر همین اساس هدف گذاریشون هدف گذاری خوبی بوده. رمز موفقیتشون استفاده از دانش روز بوده برای این کار، استفاده از تجهیزات بسیار پیشرفته بوده برای ساخت این قطعات، دقت‌های بسیار بالای این تجهیزات بوده که به کار گرفتن و توی این مدت هم که ما از سال 88 89 که نصب کردیم و ما الان تو سال 92 هستیم داریم بهره برداری میکنیم، نقص رو تو تجهیزات ندیدیم. البته کیفیت کالا بسیار از دید ما اینطور نیست که بگم که قابل رقابت با نوع خارجیه، بلکه فراتر از نوع خارجیه، چون ما معمولا نوع خارجی رو توی فاصله 1.5 ساله تا 2 ساله معمولا باید عوض میکردیم، ولی الان ما داریم که بیش از مثلا 3 سال کار کرده و نیاز به تعویض نداشته. یعنی راز ماندگاری شرکت نهادین آرمان تو این بوده که کالای با کیفیت بالا، حتی کیفیت محصول بالاتر از نمونه اولیه و نمونه‌های خارجیش بوده به ما داده و ما از این بابت دغدغه‌ای رو از این بابت الان نداریم. ما امروز واقعیت هیچ تفاوتی نمیتونیم قائل بشیم بین تولیدات این شرکت و تولیدات که قبلا از شرکت‌های خارجی مربوطه ما تامین می‌کردیم با مشکلات و هزینه‌های بالاتر. عرض کردم که پتروشیمی بندرمان یک ویژگی هم نسبت به بقیه داشت و اون اینه که صرفاً وابسته به ژاپن بود. تقریبا میتونم بگم در نیمه دوم دهه 1370 با آقای همتی آشنا شدیم و زمانی که به ما مراجعه فرمودن و گفتن که ما آمادگی داریم که در حقیقت بعضی از مشکلات شما رو حل و فصل کنیم، پیشنهاد دادن روی مکانیکال سیل ها و ما پذیرفتیم و چند نمونه ساختم و دیدیم که بسیار خوب جواب داد و به علاوه خودشون هم تو صحنه بودن، تنها فروشنده محصول نبودن بلکه همراه متخصصینشون وارد می شدن تو صحنه و مشکلاتی اگه بود برطرف میکردن. این یه مقدار زیادی اطمینان به ما داد که ما از این شرکت میتونیم خوب استفاده کنیم و به حال آشنایی بنده برمیگرده همونجور که عرض کردم به از 1375 به بعد. ما فکر میکنیم شرکت نهادین آرمان نمونه و یه الگوی مناسبی هست برای بومی سازی و ساخت قطعات و نیازهای و مایحتاج صنعت نفت. من آرزوی موفقیت میکنم برای همچین مجموعه. آرزو دارم که ما اگر که به عنوان یک کشوری هستیم که به یک نوع ارزیابی که اخیراً کردن اولین دارنده گاز جهان هستیم یا در مجموع اولین دارنده نفت و گاز جهان هستیم، بایستی در رده اولین سازندگان جهان قرار بگیریم.
یعنی شرکت‌های داخلی ما به اون بلوغ برسن که در عرصه بین‌المللی بتونن رقابت بکنن با بقیه سازندگان. موفقیت در این هست که فکر بین‌المللی داشته باشن، فکر اینو بکنن که ما نه تنها صادرکننده نفت و گاز باشیم، بلکه صادرکننده تجهیزات نفت و گاز باشیم. ما در این مدتی که تحریم بودیم از خیلی از زمینه‌ها در زمینه دانش فنی عقب موندیم و دکتر همتی تونستن این کمبود رو در رشته خودشون، در بخش خودشون جبران کنن. الان ما تقریبا در قسمت ایشون میتونم بگم که کمبودی نداریم. من فقط برام موجب افتخاره که یه همچین شرکتی در مجموعه ایران هست که محصولاتش حتی صادر میکنه به کشورهای خارج و برام افتخار انگیزه که در حقیقت شرکتی با این اعتبار، با این سطح از تکنولوژی و با این مدیریت خوب در حقیقت داره اداره میشه. امیدوارم بقیه شرکت ها هم الگو قرار بدن روش نهادین آرمان رو و روش دکتر همتی رو و سعی کنن که به همین روش در حقیقت در خدمت مشتری باشن. دست برایشون، برای دکتر همتی و برای نهادین آرمان، همکاراشون و مدیریتشون و همه کارکنانشون آرزوی موفقیت دارم. میخوام ایران رو یکی از پیشرفت‌ترین کشورهای دنیا کنم. بکوشیم تا با یاری ایزد دانا، با افکاری پویا، چشمانی بینا و دستانی توانا ایرانی آباد بسازیم.